در ایستگاه‌های اتوبوس و تراموای برقی رستوک اطلاعات زیادی مانند جدول زمانی، شبکه خطوط و اطلاعات بلیط می‌توانید پیدا کنید. ولی واقعاً چه کسی حوصله دارد تمام این اطلاعات را بخواند؟ برای راحتی کار، اخیراً در ایستگاه‌ها امکان جدیدی گذاشتند. QR کد یک سرویس جدید است که به راحتی می توانید با تلفن هوشمندتان آن را اسکن کنید و بلافاصله حرکت‌های بعدی را از آن ایستگاه ببینید. حتی می توانید این لینک را در صفحه موبایلتان ذخیره کنید و همیشه به آن دسترسی داشته باشید. البته در سایت اتوبوسرانی رستوک می توانید حرکت از هر ایستگاه را در کامپیوتر یا تبلتتان مشاهده کنید. یاد گرفتم و انجام دادم.